در ماه مبارک رمضان چند روز پیش یک نفر آمد، یک جوان از من پرسان میکند جناب مولوی صاحب آیا برای ما جایز است که زکات خود را برای پدرم بدم؟ آیا برای من جایز است؟ آیا برای من جایز است که زکات خود را برای پدرم بدم؟ جوان چهره تو را دیدم، گفتم شما یک جوان مرد هستیم، شما میخواین پدرتان زکات خور خودتان بکنید؟ شما میخواین پدرتان زکات خور شما باشد؟ از دیگر مال خود سهم به او نمیدهید، میخواهید زکات بدهید به او، میخواهید به مادرت زکات بدهید. ای بیچاره و مسکین، آیا نمیدانید که رضایت پروردگار در گرو رضایت والدین است؟ آیا نمیدانید که خشم غضب پروردگار در خشم و غضب پدر و مادر است؟ چرا مادرت را غمگین میکنید؟ چرا مادرت را خشمگین میکنید؟ چرا مادرت را از خود خفه میکنید؟ برو پرسان کن از کسانی که مادر ندارند، از کسانی که پدر ندارند. والله ثم والله هرچی خیر است که تو دنبال آن هستی در والدینت هست، در پدر و مادرت هست، در پدر و مادر پیرتان هست. چرا پیامبر من فرموده است الخیر مع اکابرکم، خیر با بزرگان شما هست، خیر با موسفیدان شما هست. و در روایت دیگر آمده است البرکت مع اکابرکم، برکت با همراه بزرگسالان است، برکت با موسفیدان است. هر چقدر آنها را بیشتر مورد احترام قرار بدهید، فرزندان شما با شما همانطور خواهند کرد. نگاه کردن به چهره مادر، به چهره پیر پدر عبادت است، عبادت است. عزیزان من، اگر پدر و مادر هر دو حیاتند، والله دو دروازه بهشت الان در خانه شما بازند. و اگر یکی از آنها در حیات است، پس معلوم می شود که یک دروازه در خانه شما از بهشت باز است. باید فرزندان اولادها و جوانان من و شما این جمله را به یاد داشته باشند که فرمود من عاش خادما تحت قدم امه عاش سیدا فوق رؤوس قومه. هر کسی که زندگی بکند و خدمت بکند زیر قدمهای مادرش، او سید و سردار قومش خواهد بود. مرگ یکی از والدین ضربه و صدمه بسیار جبران ناپذیری بر روحیه انسان وارد می کند. نه زن می تواند جبران بکند جای خالی مادر را برای پر بکند. والله نه فرزندانتان، نه قدرتتان، نه تعمیرتان، نه موترتان، نه سرمایهتان، نه جاه و مقامتان، والله هیچ کدام اینها نمیتوانند جای خالی پدر را پر بکنند، جای خالی مادر را پر بکنند. با خبر از خود دور نکن کسی که محمد رسول الله توصیه میکند که او را نزدیک کن. از خود دور نکن کسی که محمد رسول الله توصیه میکند که او را نزدیک کن.